یه نیروی پنهان توی زندگی هممون هست. یه چیزی که نمیبینیش. صدا نداره. آروم و موذیانه کار خودش رو میکنه. نمیتونی لمسش کنی. حتی شاید حسش هم نکنی. اما از درون خودته. و داره آروم آروم تو رو میخوره. بدون اینکه بفهمی. این نیرو تک تک تصمیمات رو دستکاری میکنه. مثل یه انگل. مثل یه سایه که همیشه دنبالت راه افتاده. و دردناکترین بخش ماجرا چیه؟ اینکه خودت بهش اجازه دادی. هر بار که میخوای کار مهم انجام بدی، یه صدایی توی سرت میگه الان وقتش نیست. بذار فردا. یکم دیگه استراحت کن. ولی حواست باشه. این صدا خودش رو دشمن نشون نمیده. برعکس، خیلی هم مهربون و دلسوزه. جوری حرف میزنه که فکر میکنی به نفعته. اما نیست. تو کلی رویا داری. کلی هدف. ایده هایی که میتونن کل زندگیت رو عوض کنن. ولی همیشه یه مانع هست. چند بار شده شب قبل خواب با خودت بگی فردا شروع میکنم. و فردا شد و پس فردا و پس فردا شد ماه بعد. و یهو دیدی سالها گذشت. بذار یه حقیقت رو بهت بگم. شاید فکر کنی مشکل از خودته. که تنبلی. که اراده نداری. که به اندازه کافی قوی نیستی. اما نه. تو ضعیف نیستی. مشکل از تو نیست. از بچگی به ما یاد دادن از ناراحتی فرار کنیم. از سختی دوری کنیم. و ناخودآگاه افتادیم توی چرخی خطرناک به اسم به تعویق انداختن. خبر خوب اینه که راه فرار هم هست. میتونی از این چرخه بیای بیرون. میتونی این سایه رو از خودت جدا کنی. ولی راحت نیست. اوایلش ذهنت مقاومت میکنه. حس میکنی داری وارد یه منطقه خطرناک میشی. چون مغزت فقط یه وظیفه داره. زنده نگه داشتنت با کمترین انرژی ممکن. مغز برای رشد و پیشرفت طراحی نشده، بلکه برای راحتی طراحی شده. به همین خاطر هر تغییری، هر تلاش جدیدی براش میشه تهدید. و نتیجهش چیه؟ کارها رو عقب میندازی. پروژه ها نیمه کاره میمونه و یه بخشی از وجودت همیشه مقاومت میکنه. اما یه راه هست. یه ترفند که میتونی باهاش مغزت رو گول بزنی. قانون اول، عادتهای کوچیک. بیشتر آدما میگن از فردا روزی 2 ساعت ورزش، هفته‌ای 1 کتاب. ولی همین باعث شکستشونه. به جاش کوچیک شروع کن. خیلی کوچیک. به جای 2 ساعت باشگاه بگو فقط 10 دقیقه پیاده روی. به جای 1 کتاب بگو فقط نصف صفحه. پیشرفت نتیجه کارهای کوچیک تکرار شونده است. همین قدم‌های به ظاهر بی اهمیت آخرش مسیر موفقیت رو میسازه. به آخر راه نگاه نکن. فقط قدم بعدی. قانون دوم، فکر نکن، عمل کن. همین که شروع فکر کردن کنی مغزت میگه ولش کن، فردا. پس فکر کردن ممنوع. کتاب خوندن سخته، نسخه صوتی گوش بده. میری سر کار با ماشین، یکم دورتر پارک کن که مجبور بشی راه بری. آلارم بذار. زنگ خورد، بدون هیچ فکری بلند شو. درست مثل مسواک زدن. قانون سوم، قانون 2 دقیقه. اگه بازم شروع کردن سخته به خودت بگو فقط 2 دقیقه. 2 دقیقه کتاب، 2 دقیقه پیاده روی، 2 دقیقه کار روی هدفت. باور کن همین 2 دقیقه ها کم کم میشن 20 دقیقه. چون مغزت تا عادت میکنه. یادت باشه سخت‌ترین بخش شروع کردنه. چند سال دیگه میخوای فقط تماشاگر باشی؟ تا کی میخوای بگی از فردا؟ الان 2 تا انتخاب داری. یا بعد از این ویدیو برگردی به روال قبلی، یا همین الان فقط برای 2 دقیقه شروع کنی. با آخر مسیر فکر نکن. فقط قدم بعدی. زندگی بعضی وقتا خیلی سخت میشه. اما چاره‌ای جز ادامه دادن نداریم. برای خودمون. برای رشدمون. از ته دل امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشی. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایکش کن. و برای رفیقات هم بفرست. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.